سلام، من سینا هستم، معلم تاریخ سابق که البته بهتر بگم معلم اخراجی، ولی تصمیم گرفتم که فعالیت خودمو در مدیوم پادکست و ویدیوکست در زمینه تاریخی ادامه بدم. دو تا دلیلم دارم. یکیش اینه که خب خودم از فضای تاریخی و کار تاریخی دور نباشم. دوم این که امیدوارم مطالبی که اینجا در اختیارتون قرار میدم مورد پسندتون باشه و به آگاهیتون کمک کنم. این ایده خیلی وقته که تو سرم داره خیس میخوره. بگو 4-5 ساله، انگار بار 200مه. چون تاریخ غذاه و این ذهن ریزبین گرسنه است. این دفعه دوربینم رو روشن کردم، میکروفون رو بس. وقتم خالی بود، تونستم رفتم یه جا سفر. چه کاشانی بود. هنوزم من هیجان زدم. از دنیای روایت تو ورق کتاب قلم یه ذهنیتی ساخته بودم از قهرمانم. پس تو هموم فیلم انگار رفتن عقربه ها عقب، پرت شدم تو فکر و صورت مسئله ها عوض. یه شوک اساسی خورد به بدنه، باورم اینو نمیفهمیدم تا وقتی وسطش وای نستم. خب بناهای قدیمی منبع الهامم، کلمات و دستور زبانان که طرف حسابم. این دوتا مبحث بامزه یه جرقه با هم زد، یه کشف و شهود بیشتر از فقط نگاه کردن. هم یه وطن پرست شده با اون رزومش تلف، همین هموم دیگه هموم نیست و یه موزه است فقط. این مواجهه عد ذهن منو بازی داد. عجیبه این فرهنگ حذف کردن از کجا میاد؟ هم تو لایه معماری که مصداق و نماد و نمود رفتار جوامع است در جهان نشانه، هم تو لایه علوم انسانی که کنش واکنش کنه روان انسانه، ما با حذف کردن طرفیم با بالاترین سرعتش. تا وقتی به این آسیب شناسی ماهگانشی مزدله. ممکنه بگین گذشته از ماها، ولی منفک. خب راهش دقیقا تو همون جاها عمیق شدنه، چون آینده درست نمیشه تا نریم عقب. منم این پادکست رو درست کردم با همین هدف. یه چند تا منبع تو کپشن میذارم، نوستراداموسیوار. چرا؟ چون بعدن اینا به کار سوالاتون میان. یه کتاب خوبم میگم که اگه وقت کردین بخونین، ایران جامعه کوتاه مدت، هما کاتوزیان. یه نگاه بندازیم به شهر خونه، بگیر تا مال و مجتمع تجاری چقدر ریشه های اصیل و ایرانیمون به ما میرسن. میشه کشید معماری اینجا رو حسابی ببست، چه تو بهداشت بستری چه تو کیفیت سیم. فقدان همچین بدون چرخه علی هم که نیست. ذهن شهروند معاصر میشه دوچار چالش، چون از هویتش دور میشه با مشاهداتش و غریقه چند هزار سالش بدون تغذیه از اون خوراک ایدال. نمونه کم دیدم. تاق و قوس و شیشه رنگی حوض وسط حیاطو بگیر برو تا ته. خوشگل‌ترن که حتی البته اینا یه جورایی مرتبطن به سبک زندگی یا با افزایش جمعیت و کارکردها و سطح انرژی ها با مکانیکای دیروز به کار امروز و منطقش نمیان. خب چیکار کنیم که دور نشیم از اون هسته زیبا؟ حسن همین امام فیلم. من اینو میگم، اینجا جاییه که خون امیرکبیر رو ریختن. یه تراژدی تلخ و غمگین و بی‌رحم، ولی همه چیز بیروحه و دقیق و چیده است که حتی نمیتونی اصلا بهش نزدیک کنی. دست داشتم با خودم تو سرم میزدم همینطوری حرف راجع به این موقعیت پوچ و سطحی و بی‌ربط. یه بچه‌م دوید اومد داد زد، خندید دوید رفت. خب اینم کار نمیکنه، مراوده نداره، زندگی توش نیست. یه حباب یه سراب، این عوامل بیرونی و شمایل مصنوعی تاثیرگذارن رو مسائل درونی و همونطور که رو ساخت و ساز تصنعی سواریم میکوبیم میسازیم، حس تعلقی نداریم تو ابعاد دیگه هم. خب ما همین رفتارمون راحت هضم میکنیم و راحت هضم میکنیم. این به ما ارث رسیده از ضمیر اجدادمون. خود امیرکبیر مگه چی کار میکرد؟ دست به حذف زده بود که همه چی پاشید رفت. حساس ترین هدفش هم مهد اولیا بود. اون مادر شاه معلومه که دست پر میاد، اون یه زن هستن معلومه که کله تو میخوابون. مادر رفیقته راحت تن تو میخارون، خاصی حذفش کنی یه کاری کرد تنت کنی پاپوش. این امیرکبیر و این میرزا تقیخانی که خود فرهنگ حذف کردن گریبان گیرش شد. رو امروزمون هم افتاده این رد پای دور باطل. مدیرا، شرکت‌ها، عرصه های متفاوت، هر کی ایمان افراطی به طرز کار خودش داره، اول میخواد حذفت کنه بعدش راهشو بسازه. باید برسیم به یه الفبای متناسب و یکی نقطه پایان این خط کاذب و بذاره. همش میخوایم پاک کنیم و بزنیم از بیخ، یا در تضاد نظام فکریت یا به سلیقت دیسریق از تعامل و حداقل یک کمی تطبیق. اول باید بپذیریم تو همچین کشوری هستیم، بعد بفهمیم به ذهن و زبانمون چه خصلتی بستیم. این دو تا پارامتر اگه مثل موم تو دست بشن کلمات معجزه میکنن. مو به مو، خط به خط و ظرفیت زبانیمون که کلید حل مشکلات میشه بستر پرورش درک متقابل و دیگه حذف کردن نمیاد تو اولین گزینه. این سرطانیه که داره پوز تجلیشو میده، سلسله ریشه های ناب فرنگی و دیده و تو تمام ادوار تاریخ این سرزمین بریده. ادبیاتمون دوچار یه خودخواهی شده و عقده‌هامون میخواد واژه‌هامون رو دوگماتیک کنه تا نشه بین تجدد و سنت تعادل بیاریم. ما ملتی هستیم که تو این تناقض بیداریم. چند تا سوال تا بفهمیم که مشکل تو چه ساحتیه. یک،
رابطه بدنمون با محیط چرا سطحیه؟ 2. بین ذهن و زبانمون چه شباهتیه؟ 3. آیا فرهنگ یک مقوله وراثتیه؟ صدراعظم صدام کردی؟ رسیده وقت رفتن. دیدم چشات ترسید. چی؟ هیچی، صدام کردی اومدم. بگو میشنوم. تو هم بالاخره راضی شدی به خون ریختنم؟ تشنمه، همه جا چرا کبوده؟ چیزی به خاموش شدن چشمات نمونده. میخوای برات آب بیارم وزیر وزارت خونه؟ نه، همین جوری بذار، تمومه. مگه اینو نمیخواستی؟ رو جفت چشم. من اینو میخواستم که کشتشم؟ مگه قرار بود ما طبیعی تو تخت خواب بمیریم؟ به دست تو کشتشم؟ رسم شاه که این نیست. تو همینو میخواستی، یادته که نه؟ حراجیف نباف. باشه. معلمتم میشناسمت بهتر از همه. توقع داشتی که من بپرستمت، اما من اینی که تو میخوای باشی نمیشناسم. دوست قدیمیم کجاست؟ آره یادش میره آدم. لعنتی عوضت کرده این ماشین سیاست. یه مملکت تو دامنت بود، به نامت ریشه دادم. باید برات تاریخچه میساختم. من از خود گذشتم تا چاویچه ایرانم. دوستی نکردم تا نذارم بازی چشی راحت. مگه از این شاگردت نمیخوای به حرفت گوش بده؟ هی چقدر تلخی، حتی الان که یه مشق خوب نوشته. دهنم مزه خون گرفته. تا حالا رقص دوستتو دیدی؟ ای مرد رو به قبله. رقص؟ خوب میرقصم. وقتی میرقصیدم انگار پرواز میکردم. که یاد گرفتی؟ مگه وقت داشتی اصلا؟ آره وقتایی که تنها ولم کرده بودی تو هم رقصیدم. فکر نمی کردی یه آدم هنرمند میشم. رقصیدن رو یاد گرفتم، بلند خندیدم. انقدر تو تنهاییان دور خودم چرخیدم. این مملکت غرق مشکل یه سرباز میخواد، یه سرباز سرسپرده. تو میرقصیدی، من میجنگیدم با این درد مزمن. انقدر با همه سر جنگ داری مرد مومن. آداش یادم میرفت. بذار دوربینو بیارم، آخرین عکسم بگیرم، اسمشو میذارم شوخی و سیاست. لبخند بزن، هنوزم تو وزیر اینجا. لبخند بزن، تو آخرین اثر هنری میرزا. خواب گرفتی این عکسو، به کدوم دیوار میزنیش؟ لبخند بزن، به دوربین بده از زیباییت وزیر. من میمیرم، این عکس میمونه پیش نوادگان. یه چیزی کمه، یه رنگ که صدر علاش. زمان میگذره و میخنده به ریش امثال ما. میدونستی غیر از رقصیدن علاقه داشتم من به نقاشی؟ حالا شد. زیبا نیست این قاب در خور غنی؟ نه،
زشته، کریه این کشت و مشنی. تو خودت بخشی از اثری، نباید این حرفو بزنی. تو ساخته نظم منی، شدی تو آشفتگی اسیر. برای من جس با ارزگی نگیر. فرقو ببین، تو یه هیولا ساختی، یه ناتو، یه دیو، ولی من از تو ساختم یه تابلوی بی‌نظیر. نقاشیتم خوب نیست، هر چقدر مرگم بدی بازی. تک رنگی، فقط قرمز، رنگم نمیشناسی. خونه چیو میخوای جای این تجربه جا بدی؟ حالا که کشیدن 2 تا رگ دستو به پارگی، باید همه جا سرخ باشه به سمبل سادگی. مگه وقت مرگ و وداعت نیست؟ همه انتخابشون اینه. تو هم دم خورت ظاهری، چی داری از خود واقعیت؟ به همین انتخاب اول و دست خورده قانعی. هنرمند اونه که خلق کنه تازگی، یه بنفش و یه زرد و یه نارنجی. داری چه کار میکنیم؟ چه کار میکنی؟ نگران شدی؟ دست تو بکش. میترسی جلو مرگ تو بگیرم؟ دست موعظه تا با قتل تو تاریخ بزرگ نشی؟ عکس تو بگیر، ثبتش کن بره. اعتراف کن میرزا، دستمو بر نمیدارم ها. من به مرگ بزرگ نمیشم. زندگیمو کردم وقف این ماجرا. دارالفنونو به جای توپ و فشنگ کاشتم. اونو که من ساختم. قانون نوشتن و وقایع الاتفاقیه با اینا از منن. همه کل کاری که داری میکنی وقت تلف کردنه. ببین، همه اینا زیر اسم سلطنت همه. دستمو بر ندارم زنده میمونی ولی حذف میشی. کسی یادش نمیمونه چه شکلی بودی. چی میگی میرزا؟ الان وقت این سفسطه ها که میچینی نیستا. حقیقت حذف نمیشه. اسمم، اثرم آخرش هست. ببین کی داره اینو میگه؟ کسی که منم انداخت ته صف. من اگه چیزیتم گرفتم، همین که به وطنم دادمش بس. کسی رو چی؟ کسی محاسب نکردی؟ مثلا مادر من، مادری که تخت و نگه داشت تا برسیم تهران. یادت که نیست انگار. خائن بی انصاف، ملکه ای که تنهای جنگید بین اون همه مدعی. قید بودنش رو زدی. اون قصد کرد به خوندن دشمنی. تو یا مادرم؟ خودت بگو. از این جبهه ها یکیشون. اشتباهت اینجاست. از این دو راهی که جلو پام گذاشتی انتظارت چی بود؟ انتخاب ایران. این ایرانت مثل این که تا آخر قصه هست، اما انتخاب هر آدمی زادی مادرشه. بفهم. هیچ بویی هم بردی از مهر مادری؟ مادرم تو قبل عالمی، یادم دادی که وسعت وطن به چه قداستیست. درکم کن، بعد به دلت راه ندی. این لجبازیات گریه هاش میشن، اشتباهی هن. زنده باد میهن. اونم ناامیده از تو به نظرم. سرد شده بدنم. نمیاد به اون زن زبون بسته مشکی. از خواب برو بیرون تا ندونن که زشتی. مثل همیشه که راضی بودی به نبودم ای ابلیس. دوست منم بودی، همونم گرفتیش. سلام به جادوی این بانو، به این خاک مادر. سلام به این قامت و این دامن دشن زخم. انتخاب هر آدمی زادی مادرشه. بفهم. چقدر اندیشه. میشه بخندم پیشت؟ یا الان تهرانم و صبح که بیدارشم و مستیم به پره دلم تنگ میشه؟ من الان تهرانم، عذابت دادم، خراب ذاتم. چی میشه جواب کارم؟ حتی داری فکر میکنی الان به جای من فکر نکن، تنها بذارم. وایسا
تو این ملاقات ساختگی اینه؟ واقعیه؟ یا ذهنم افتاده به سایه چینی؟ کی گفته که اگه تو ذهنتم باشه واقعی نیست؟ دارم میمیرم، برام برقص. اومدم اینجا که عکس بگیرم. من حاضرم. خانم آقایون، سینا سایی